همون وقتی اساسی فرا میرسد، وقتی که همگون انتظار بودن. حالا قاعده های این رشته ورزش کانر گفته بود من در راوند اول ادبش رو نشون میدهم، اما حبیب آرامانه با اون نگاه میکرد. حبیب باشد آرامانه راوند اول کانر ببینه روی خود را حفظ نمیکند. حبیب خود را از این نوار طرف دست چپ کانر یک ضربه قوی رو خواست به کار برد. حبیب منتظر است وسیله نزدیکتر را کانر باز طرف پایز ببیند. حبیب در حال پای را گرفتنی است، اما خود را از این حالت ناگوار خطا کردنی است. ببینید از این حالت اگر برایت باز هم مشکلی برای حبیب است در راست و ضربه زدن. حالا حبیب میدوند سعید را خوب داشته است، کانر میدوند که بردن نمیتواند. حبیب اکنون مستحکما ضربه میزند از بالا. یک ضربه خیلی جالب و جذاب بود از جانب حبیب راستا. حالا اکنون با هدف میرساند. حبیب دائما مشت میزند بالای روی رقیب. کانر در یک حالت ناگوار است. دیدید سخن بلند گفتم بعضا هم بگو. حالا که کار انجام نیافته است، هنوز راوند دوم است، 3 راوند دیگر آنها در پیش است. حبیب اکنون ضربه ها را با هدف میرساند. دست چپ دست راست. حتی مگلر گفته بود که این حبیب فقط رقیبانی ناشایسته به او میافتند، رقیبانی ضعیف. اکنون من هستم رقیب ارزنده. حالا میبینیم کار در کجا است و تو کجا خود را حمایه میکند. حبیب گفته بود که دلخواه نفر رقیبی من باشد، بگذار کانر هم باشد. اکنون بعد از این رقابت بسیار هم حتی مخلصان تو امروز میگفتن که شاید برهم خورد همین رقابت، چون که حبیب در دیدار با اکنون ضربه های به جواب از جانب حبیب. چند ضربه دست چپ راست با هدف میرسد، حمایه کردن نمیتواند. کانر خود را در حالت ناگوار حس میکند، چند ضربه را قبول میکند. وقت همون را زیاد از حبیب میزند. ضربه های خیش را از سمت چپ جیب هوک در زمین. کار را هیچ وقت با پیش بردن نمیتواند. داور چی میگوید؟ حالا داور خاموش است، هنوز هم خاموش است. در حالت چند قبول نکردن و با قبل دیگر فاول نبودن کانر، پس داور مجبور میگردد که رقابت را ترک نکاوت تکنیکی انجام دهد. نه هنوز حالا مگرگر هنوز هم فاول است. چند ضربه UFC دانا وایت هنری کانر رو نیست. همین ضربه حبیب بود، بسیار ضربه خیفناک بود که کانر لحظه خود را موازنیت را گم کرد و در زمین افتیدنش بود. حالا که از او انتظار نبودن، اما حالا شاید اکنون راوند سوم را کانر تماما دیگر پیش گیرد، چون که در این حالت مشکل است. حبیب خود را خوب حس میکند. کانر باشد اما نشان میدهد من آماده هستم، بیا به نزد من. ببینید ضربه قوی میزند با پای است یا بوغی کردن. حالا اندکی موجی حرکت های جفت کمتر میگردد. کانر را از سمت دیگر از پشت سر ضربه زدن، نه با دوبار گپ زدن تماما معنی است. وقت به انجام میرسد. راوند سوم نیست انجام یافت و حالا 2 راوند دیگر آنها را در پیش انتظار است. میفهماند کانر آرام است. اکنون این نوبت اشاره برای راوند چهارم از شروع گردیدنش. حبیب آغاز میکند. کانر خیلی آرام است، گویا که بر مقابل او آرامانه مبارزه میبرد. ببینید دست خیلی خوب. کانر یک ضربه قوی او نیست. از جانب حبیب نیست ضربه قوی روانه کرده میشود. اکنون باز تیک داونی نوبتی را کار کردنی است. حبیب نرمک میدافت. کانر باشد. کانر در زیر چنگال حبیب است، اما حبیب امکانی ضربه زدن را ندارد. اکنون ضربه میزند از سمت دیگر. این ضربه هایی هستند که اونقدر، اما در این حالت دست را مستحکم بکند. بوغی کردنی کانر روی اثر بگرده. ببینید حالت خیلی مشکل برای مگرگر است. روی سر آمده است. نه در این حالت تمام تسلیم میگردد. اینجا حبیب نرمک میدافع. اکنون ترک بوغی کردن رقیب را مگرگر را مغلوب میسازد. مگرگر باشد آرام میشیند. این است آنها را که نشان دادن. دوستان عزیز، این مهارت دو ورزشکاری عصر بود، سال بود که هر دو هم یکدیگر را جویا بودند. آنها یکدیگر را میکوفتند برای یکدیگر ضربه های
خوب را تعیین کرده بود، اما اینجا ورزش است، توانست که حبیب را موفق گرداند. ببینید حالت بسیار هم مشکل باز بعد از نزاعی که میان حبیب و دیگران بود. رقیب نوبتی شاید حبیب نفران دیگر باشند. بله چنین ورزشی که امروز اکنون میلیون ها نفر را جمع کرده است. شوق و شور و هنر حبیب بر مقابل مکگرگر همین حالت را رخ میدهد. بسیار هم حالت اکنون اینجا باز میان ورزشکاران و مخلصان نزاع برمیخیزد. دوستان عزیز همه این نوع است از آنه که نزاع ها می رود. در اینجا رقابتی سوال بود، آرامی صبوری و همین است. حالا دوستان عزیز اکنون با طور رسمی غالب را کانر ببینید. حالا هم میگم ورزش است، برد است، باخت است و حالا اکنون اینجا نه تمام دیگر برد و باخت معین شد، دیگر حجت برای نزاع نیست. مهم در اینجا معین کردن که کی هنر بلند دارد. آموختی زمین است. حالتی تکرار را میبینیم چگونه بود. سر اول با هجوم میگذرد حبیب و بعدا رقیب را میافتاند کانر باشد. در این حالت بسیار حتی حالتی مشکل بود و روی دیگر گرداندن به سمت دیگر افتادن و مجبور کردن به خاطر بغی نمودن است. همین حالتی که برای کاری کانر مشکلی آورد. پس کانر مجبور گردید در این حالت تسلیم گردد. بسیار هم نه همین حالت است، دیگر حجت برای رقابت نمانده بود. تسلیم گردیدن معنای را دارد که من دست میکشم، من نزد رقیب مغلوب شدم. دوستان عزیز حالت تکرار را دیدیم. اکنون اینجا کانر از میدان اساسی می رود، از 8 کنجا بیرون می شود. مخلصان سرشمار او را صدا می کنند. همین طریق حبیب را غالب می دانند. ببینید چگونه در حلقه محافظان کانر 8 کنجا را ترک می کند. حبیب باشد دانا وایت دوباره نزد حبیب می آید. برای من کمربند رو دیخ می گوید. کمربند رو طلب است حبیب، اما دانا وایت برای او شر می دهد. کمربند رو طلب است حبیب. حالا حبیب نیز می براید. اکنون دیگر با طور رسمی حتی معین نکردند و هر دو ورزشکار ترک 8 کنجا میکنند. دوستان عزیز این UFC 229 بود که روی نوار و رقابت اساسی میان ورزشکاران وزن 70 کیلو حبیب نورمگامدوف و ورزشکار ایرلندی کانر مکگرگر، این دو ورزشکاری که با هم مبارزه بردند و هنر خود را نشان دادند. کانر در راستا هنرش بلند بود، اما حبیب در زمین کار را دیگر کرد و با کلی کار را تغییر داد و توانست که رقیب را مغلوب سازد. همین برآمدی از 8 کنجا است. حالا این حالت هم می شود. این کمربند UFC، همین کمربندی که تلاش به خاطر همین بود. شرکت نامداری UFC ابوفر با طور رسمی به در غایب بودن ورزشکاران submission تا هنوز شکست ناپذیر باقی میماند. عقاب ایگل و صاحب کمربند میشود. دوستان عزیز گزارش ما نیست،
در همین جا به انجام میرسد تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز و سربلند